سلام سوید، چه خبر نبودی؟ والا رفته بودم قزوین، یه کاری داشتم. چی؟ الان سالمی درد احساس نمی کنی؟ خفه شو بابا، راستی سیجی کجاست؟ داره میاد، خودشه. اومدم کسخوله خودتون جمع جور کنید. بل داشت سیجی، چه خبر نبودی خوشگله؟ یه خبر خوب دارم داشتیا. حتما سود سهام عدالتو ریختن. نه بابا، اسکل به هم ارث رسیده. واقعا بالاخره شانس گوت درست شد. یه مغازه لباس به هم رسیده. بزنید بریم. ماشین من خراب شده، با چی بریم؟ با ماشین رایدر لاشی میریم. بذار برم ماشینو بیارم، صبر کنید. خب آقا ظرفیت جلو نشستن همه سویت برو عقب بشین. دهن تو گاییدم رایده. بشینیم بریم، بچه ها دیر نشه. رایدر دهن، سرویس بیام پایین بهت میگم. عجب مغازه قشنگی خیلی باحاله. آره حاجی، خیلی خوبه، واقعا حال کردم. خب دیگه کسخول بازی بسته، بیاید مقاما رو تقسیم کنیم. خب دیگه من رئیس میشم، شما هم بین خودتون مقام تقسیم کنید. خفه. رئیس منم رایدر صندوقدار سویتم این وسط وای میسه به مشتریا کمک کنه. حل داداش، بریم تو کارش. ماشاءالله چقدر شلوغه، نونمون تو روغنه. آره واقعا، خدا بیامرزتت. پدر بزرگ چیکار کردی؟ آقا اینجا ساتون چنده؟ اینا 350,000 تومن هستش. آقا داشت خدا بده باریکت بگیر. دمت هم گرم داشی، قابلت هم نداشت. یا امام حسین این دیگه کیه؟ دارید زود رد کنید بیاد اینجا ببینم، زود باشید. داداش به خدا دخل زیادی نزدیم، ول کن برو. بابا این از کجا پیدا شد دیگه؟ سی جی نقشه چیه داشی؟ نقشه ندارم، رایدر ریدم تو خودم. باشید دیگه، همین الان نقد کن بیاد همه پولا رو. داداش چند بار بگیم هیچی دخل نزدیم، چی بدیم؟ همه مشتری بخاطر همه من وایساده، بیا پایین ببینم. صف بیای تسلیم شو، حساتو بنداز زمین. ابوالفضل این از کجا پیدا شد آخه؟ دمت گرم جناب سروان، به موقع رسیدی. شما رو نداره، این مجرم تحت تعقیب بود که باید میگرفتیمش و شناسیش کردیم اومد اینجا. دم شما گرم واقعا کارتون درسته جناب سروان. اینجا بعد بیشتر مراقب خودتون و مغازاتون باشین تا بعد میبینمتون. چشم حتما جناب سروان.